شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وسال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. مهمان ما البته در این برنامه جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هستند که در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب دکتر عرض نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. خیلی خیلی ممنون. بنده هم کمال سپاس و تشکر رو دارم، هم از شما و هم از دستاندرکاران و مدیریت شبکه جهانی وصال حق که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا در این روزهای مبارک، در این روزهایی که به حقا بهترین روزهای سال هست، خداوند این فرصت رو به ما داد که در خدمت بینندگان باشیم و شما هم منت گذاشتید و این فضا رو ایجاد کردید. و عرض سلام و ادب هم دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و انشاءالله این روزها رو خداوند متعال به ما توفیق عمل صالح بیش از پیش بده و یک مژده و تبریک هم به شما که شکر الله این فرصت ایجاد شد که خداوند متعال این روزها ما رو زندگی بده که این ایام مبارک رو درک کنیم که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که واقعا یه مژده بزرگی هست که هیچ روزهایی نزد خداوند متعال کار نیک و صالح با ارزشتر و عزیزتر نیست چون این روزهای دهگانه اول ماه ذوالحجه هست، اول ذوالحجه تا روز عید که انشاءالله خداوند زندگی بده و بتونیم بندگان صالحی باشیم. و این از همه اعمال صالح عمل خیر در این روزها با ارزش تره. حتی صحابه تعجب کردند که یا رسول الله، یعنی ما یک کارهای نیکی داریم که واقعا مشقت بار هست مثل جهاد در راه خدا، آیا این از جهاد در راه خدا هم بهتره؟ فرمودند بله، حتی از جهاد در راه خدا کار نیک در این روزها بهتر هست، مگر یک حالت استثنایی که دیگه اون کمال تفانی هست و اون مجاهدی که با مال و ثروتش رو گرفت، جانش رو گرفت، رفت به حج و رفت به جهاد و از جهاد نه خودش برگشت و نه مالش، یعنی هم مالش رو به خدا فروخت هم جانش رو به خدا فروخت. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، این هم جانش رو به خدا فروخت و هم مال و ثروتش رو. این یک حالتی است که به اصطلاح کمال عبودیت رو ثابت کرده. این حالتی است که به اصطلاح عمل صالح این عملش از این اعمال صالح در این روزها بهتر است و الا عمل صالح در این روزهای مبارکه از هر چیز با ارزشتر و عزیزتر است نزد خداوند من. الله اکبر. خداوند توفیق نصیب بکنه که از این روزهای مبارک استفاده بکنیم. بیننده های عزیز، در ویژه برنامه رکن پنجم امروز موضوع ما البته زمزمه حج هست، چون حجاج گرامی با اینکه طواف میکنن و سعی میکنن در منی و مزدلفه و عرفات میروند، سیاحت میکنن، چکری میزنن، زمزمه های فراوان هست که از هر طرف از افواج حجاج به گوش ها میرسد. آن زمزمه ها چی هست؟ انشاءالله با جناب دکتر آن زمزمه ها را زیر بحث قرار میدیم. جناب دکتر در ابتدا برای ما بگویید که هدف از زمزمه حج چی است؟ بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در واقع وقتی که ما حرف از حج میزنیم، بله، ما یک نوع رابطه ویژه‌ای بین خدا و بنده برقرار میکنیم. اصلا کل همین قضیه حج، شما ببینید
خداوند متعال وقتی که برای ما رو دوست داره بله. و بندهش وقتی میخواد، مثلا من یک انسانی رو دوست دارم، خوشم میاد که برم پیش این عزیزم، خب برم خانهش. خداوند متعال رحمتش بر ما بندگان آنچنان زیاد بود که ما بنده خب در دنیا نه طاقت دیدن خدا رو داریم بدون شک و نه به صلاح این قدرت عروج به سوی خدا رو. بالکل. خداوند یک معراج مؤمنانی قرار داد که همون نماز باشه و در کنار این نماز رو ربط داد به خانهش، قبله‌ای برای ما گذاشت. این قبله جالبی، این قبله رو ببینیم. خداوند متعال میفرماید ان اول بیت وضع للناس ببکه للذی ببکه، این به اولین خانه ای که برای انسانها گذاشته شد در مکه مکرمه. برای انسانها گذاشته شد یعنی کسایی که این خانه رو گذاشتن انسانها نبودن، برای انسانها گذاشته شد. اگر انسانی می بود، اگر مثلا این همون به اصطلاح میگن که خانه خدا رو کی بنا کرد؟ خداوند منان خودش. حالا چطور بنا کرد؟ این دیگه به ما ربطی نداره. خداوند منان خانه ای برای ما گذاشت، این خانه رو یک صفت ویژه داد، اسمش شد خانه بیت الله، خانه خداوند. شرف داد بهش، مکانت داد. الان ما در نمازمون که معراج حزب سوی خدا به همین خانه توجه میکنیم و میریم به طواف این خانه. میریم یعنی میریم خانه خدا، خانه عزیزمون. ما انسانها رو خداوند متعال وقتی خلق کرد یک حالت عجیبی هستیم. ما یک اندماجی هستیم، یک به اصطلاح دو جزء هستیم، یک جزء روحانی و یک جزء جسمانی. این جسم ما انعکاس همون روحانیت ماست و این روحانیت ما باید هر روز جلا داده بشه، هر روز با نیروهای نورانی و طاقتها و قدرتهای مثبت و سازنده این روح ما ساخته بشه. اگر روح ما ساخته شد انعکاسش در جسم ماست. خداوند متعال میفرمایند ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که ایمان آوردن به خداوند متعال و اعتراف و اقرار کردند که خدایی داریم الله هست، ثم استقاموا، بعد از اون راه و رسم و منهج برنامه‌ای که خداوند برای اونها گذاشت اون رو عملا اجرا کردند. پس یک زمزمه قولی داریم که اون همون عبادت ها باشه و یک زمزمه فعلی داریم که اون ادای اون عبادت ها باشه. یک اذکاری هست و یک فرمان برداری ها، یک کارهای فیزیکی، نماز خوندنمون، نحوه زکاتمون، نحوه حج رفتنمون، همه اینها چی میشه؟ فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها نه ترس دارن، نه وحشت دارن، نه دلهره دارن، نه. چرا؟ چون که اینها با یک نیروهای قوی که همون قدرت‌های نورانی باشه اینها تقویت میشن. خب اصلا پیامبران رو خداوند متعال برای چه فرستاد؟ خداوند متعال میفرماید که ما پیامبران رو فرستادیم. برای چه پیامبران رو فرستادیم؟ که این پیامبران بیان به مردم دین خدا رو یاد بدن. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما پیامبران رو میفرستیم که اینا برن انذار بکنن، مردم رو بترسونند از عاقبت بد، مردم رو تشویق کنند به کارهای خوب. اگر این کار رو کردن فمن آمن و اصلح، اونایی که ایمان آوردند و صالح شدند، درست شدند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بازم نه هیچ ترسی دارن نه هیچ دل. خب ترس و دلهره اصلا مصدر چی هست؟ مصدر کل بیماری هایی که ما در جسم داریم یا وحشت هست، ترس هست، دلهره هست. همه بیماری های جسم انعکاس همین وحشت و دلهره هست. بالکل. اگر این وحشت و دلهره نباشه ما بیماری نداریم، جسم سالم است. جسم که سالم باشه که اون انعکاس همون روحانیات و نیروهای قوی هست، این پاک هست. خداوند متعال در آیه‌ای که ما رو تشویق میکنه و شیوه وضو گرفتن و طهارت رو به ما یاد میده، میفرماید که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج.
خداوند نمیخواد شما رو تو یک مأزقه بندازه، شما رو براتون دردسر درست کنه. هدف از عبادت چی هست؟ یا رب العالمین، خداوند نمیخواد که ما رو اذیت کنه. هدف این هست که لکن یرید لیطهرکم، میخواد که شما رو پاک کنه، شما رو سالم کنه. پاکی اینجا همون سلامت جسم هست، همون سلامت جسمی که انعکاس از صیقل و نورانی بودن روح میشه، روحانیت هست. وقتی کسی بیمار میشه ما چیش بهش میگیم؟ لا بأس طهور، لا بأس طهور ان شاء الله. یعنی این بیماری نیست ان شاء الله، این سلامتیه، این باعث سلامتی شما خواهد شد. خب گفتیم ولکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد که شما رو ولیتم نعمته علیکم، و نعمتهایش رو بر شما کمال بده، شما به مرحله کمال برسید. بعدش چی؟ لعلکم تشکرون، تا شما شکرگزار شوید. شکرگزار چی؟ شکرگزار این همه نعمتهای الهی. نعمت رو وقتی ما ببینیم قدر شناسی میکنیم، تا ما نعمت رو ندیدیم قدرش رو نمیدونیم. به این معنا که ما خیلی نعمت ها داریم. ببینید انسانی که فمن آمن و اصلح نداره، انسانی که اون معیارهای خداوندی رو اجرا نکرده، قالوا ربنا الله ثم استقاموا نداره، این همیشه میناله، همیشه بیمار هست، استرس داره، مشکلات روانی داره، جسمش علیل هست. بالکل. برای چی این مشکلات رو داره؟ خب آیا نعمت ها نداره؟ خیلی نعمت ها داره. چشم برای دیدن داره، گوش برای شنیدن داره، دست و پا برای راه رفتن داره، عقل داره، فهم داره، نعمت های بسیار، خورشید و ماه و زمین و ستارگان و همه این نعمت ها رو داره، باز هم میناله. این مشکلش کجاست؟ مشکل اینه که این همه این نعمت ها رو نمیبینه، احساسشان نمیکنه. خب چشم داشت، در کل زندگیش هرگز نگفت خدایا بار الها شکرت، شکر این نعمت رو به جا نآورد. یه روز چشمش درد کرد، فهمید که چه نعمت بزرگی دست داشته و داره از دستش میده. وقتی که درمان شد اون وقت است که شکر میگذاره. از همینه که این نعمت ها واقعا یک تاج هایی هستند بر سر انسان ها، که انسان ها چون این تاج بر سرش هست این رو نمیبینه تا قدرش رو بدونه، تا شکرش رو ادا کنه. کل دین برای همین است. دین که به اصطلاح خداوند متعال برای انسان گذاشته، اون احکام و شرائع و مناسکی که گذاشته، اینها همش وظیفهش همین است که این روح رو صیقل بدن با طاقت‌ها و نورهای قوی، با وسایل پیشرفته. در حج که ما میریم حج، در اونجا حجر الاسود رو میبینیم. حجر الاسود چه هست؟ تکه سنگی از سنگ‌های بهشت که این سفید بود سیاه شد. چرا سیاه شد؟ سودته خطایا بنی آدم. ما وقتی رفتیم به اصطلاح طواف، ما یک نوع نیروهای منفی در ما بود که همون گناهان بود. اینها رو ما اونجا انداختیم دور. بر انعکاس همین نیروهای ظلامی و سیاه و تاریک، این انعکاسش رفت روی حجر الاسود سیاه شد. در مقابل قلبهای ما چون اینها رو انداخت بیرون سفید شد. پس ما یک نیروهایی هست که از عبادت ها ما این نیرو رو میگیریم. این نیروها قلب و روح ما رو صیقل میده، نورانی میشه. طاقتی که نیروی توانی که این نور سفید ایجاد میکنه، این جسم ما رو به حرکت در میاره، جسم ما زمزمه ندای حق رو به جا میاره، روح ما زمزمه ندای حق رو به جا میاره، تا یه مرحله ای ما میرسیم که مرحله محبت هست. مرحله محبت مرحله تفانی در راه خدا هست، در محبوب هست. اون مرحله چه مرحله ای هست؟ مرحله ای هست که ما وقتی که به اصطلاح خدا رو به دوستی میگیریم، خدا ما رو به دوستی میگیره. یک نوع صداقت و محبت دو جانبه. وقتی که محبت دو جانبه شد چی میشه؟ کل کائنات با ما همگام میشن، هم صدا میشن، ما رو قبول میکنن.
چون که ما رو خدا قبول کرده. خداوند متعال در حدیث صحیح هست که خداوند متعال میفرمایند وقتی که بندهش رو دوست میگیره صدا میزنه ای جبریل، من فلانی رو با نامش یاد میکنه که من فلانی رو دوست دارم، دوستش داشته باش. جبریل اونو دوست خواهد داشت. جبریل در آسمان ها صدا میزنه که ای اهل آسمان ها، خداوند فلان شخص رو دوست داره به اسمش. در بین این خلایق خداوند اسم اون رو ذکر میکنه. جبریل میگه که ای اهل آسمان ها اون رو دوست داشته باشید، اونها دوستش خواهند داشت. یکی از آسمان به زمینیان خبر میده که خداوند فلان شخص رو دوست داره، دوستش داشته باشید. در کل کائنات اون پذیرفته میشه. این مرحله اون مرحله ای هست که خداوند متعال در حدیث قدسی دیگه میفرمایند که بنده به خداوند با عبادتهاش به خداوند نزدیک میشه تا درجه‌ای با نوافل و عبادات به خداوند نزدیک میشه. این قدرت‌ها، نورها، توانمندی هایی که روح رو شفاف میده اینا رو میگیره تا درجه‌ای که من دوستش میگیرم. اگر دوستش گرفتم کنت سمعه الذی یسمع به، شنواییش چی میشه؟ خدایی میشه. بیناییش خدایی میشه، بویاییش خدایی میشه، حرکات و سکنات دست و پاش خدایی میشه. یعنی دست و پاش و بینایی و همه زمزمه میکنن چی رو؟ اوامر الهی رو. جسمش کلش، حرکتش، توانمندیاش تنها و تنها در جهتی سوق داده میشن که محبوب میخواد. اتوماتیک اینا به طرفی میرن که خداوند میخواد. هر آنچه که خدا نمیخواد در چهره اینها منبوذ میشه، زشت میشه، کریه میشه. توان اون رو ندارن که اون رو بشنون یا ببینن یا اون کار رو انجام بدن. تشکر جناب دکتر عمرای عزیز از این صحبت‌های تفصیلیتون روی هدف از زمزمه‌ای که در این مناسک و مراسم صورت میگیره. گفتین وقتی که روح صیقل داده میشه و صیقل شدن روح باعث میشه که جسم سالم شوه، در آخر هم که خدایی میشه که همه کارش دیگه خدایی هست. در حج وقتی که ما میبینیم زمزمه های متعددی به گوش میرسه، شعارهای متعددی به گوش میرسه. میشه بعضی از این شعارها رو برای ما معرفی بکنین که چه هستن؟ وقتی که مؤمن حرکت میکنه به سوی حج، اولین کاری که میکنه احرام رو یک کار فیزیکی میکنه که اون پوشیدن احرام هست. یعنی به خودش القا میکنه، در دلش میاره، خود به خود میاد. بالکل. حتی اگر اون در شعورش نباشه عملا میبینه که دنیا هیچ ارزشی نداره، من با خودم هیچ دنیایی ندارم، هیچ جیبی هم ندارم که این دنیا رو کجا بذارم. بالکل. بعد از اون خب یه سفر در پیش داره، احساس میکنه شعوراً که من در حال سفر هستم، زندگی یک سفر هست. اینها زمزمه فیزیکی جسم هست. در این حال امر میشه که چی بگو؟ تلبیه بگو. شروع میکنه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. این تلبیه زینت کل مناسک هست. این تلبیه شعار کل مناسک هست. زمزمه ای هست که این زمزمه باید، ما عموما زمزمه وقتی میگیم یعنی حرفی که زیر زبان تکرار میکنیم، با خودمون میگیم، یواش یواش میگیم. اما این زمزمه چون زمزمه فکری هست، یک زمزمه زبانی نیست، باید با صدای بلند فکر کنه. خب اینجا تکبیر رو ما برای دیگران نمیگیم. در نماز امام هست، امام به خاطر حرکت دادن جمهور میگه الله اکبر، از هر رکنی به رکن دیگه میره تکبیر میگه. در حج اینجا اصلا امام وجود نداره، خودت هستی امام خودت، خودت هست. جمهور وجود داره،
حج یک عبادت عجیبی هست، عبادت جماهیری فردی. یک جمهور بسیار بزرگی که بزرگترین تجمع اسلامی باشه در حج هست. بیش از 3 میلیون حاجی وجود دارن، اما عبادت فردی هست. عجیب. هیچ جایی نیست که مثلا امام بگه تلبیه ما هم پشت سرش بگیم لبیک اللهم لبیک. هیچ جایی نیست که امام رمی جمرات بکنه ما پشت سرش رمی جمرات. نه، هر کسی امام خودش هست. چون که تو امام خودت هستی الان باید صدات رو بلند بگی تا با اون صدا فکر کنی، یعنی فکر با صدای بلند. این زمزمه فکر هست، زمزمه زبان نیست. درست. زبان یک اداتی هست در به اصطلاح در دست یک فکر، به این صورت به اصطلاح فکر داره زمزمه میکنه. این تلبیه زینت حج هست و استحبابش این است که همونطور که امام ابن تیمیه میفرمایند که در هر جایی باید این تلبیه بشه. حالا تلبیه میگی چه نشستی تلبیه میگی، چه ایستادی تلبیه میگی، راه میری تلبیه میگی، بالای کوه میری پایین میایی، هر جا که هستی در هر حالتی که هستی میخوابی تلبیه میگی. این زبان ساکت نمیشه چون که الان روح هست که داره فکر میکنه. و در تلبیه هم سنتش این هست که شما با صدای بلند تلبیه بگی. با صدای بلند میگی چی؟ که این کون و مکان رو به حرکت دار بیاری. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که وقتی که مسلمان یه تلبیه میگه از این ور تا بی نهایت، از اون ور تا بی نهایت، کل درخت و سنگ و همه اینا هم تلبیه میگن. کون و مکان با انسان همگام میشه. اینه که حج فقط مال حاجی ها نیست، مال همه بنی آدم هست. تنها مال همه بنی آدم نیست، مال همه کائنات هست. این روزهای حج اسمش هست روزهای مبارکه عشره به اصطلاح ذوالحجه، ایام معلومات و معدودات هست، مشخص شده است. این روزهایی که به اصطلاح قرآن در سوره فجر به شبش اشاره میکنه و لیال عشر، روزهای این شبها، این روزها مال همه است. خورشید وقتی که طلوع میکنه بر همه کائنات طلوع میکنه، فقط بر حاجی طلوع نمیکنه. غروب میکنه بر همه. پس این عبادت حج یک عبادتی هست که من مؤمن حتی تو خونم هم باید حاجی بشم. در خانه نشستم، اولا اون حاجی که در میدان هست اون نماینده من هست، اون رو مای بشریت فرستادیم. امکان نداره که کل 1.5 میلیارد مسلمون فعلا که بیشتر از 1.5 میلیارد باشند برند حج. بالکل. پس برای این خداوند متعال یک تسهیلی گذاشته، گفته به ما که لمن استطاع الیه سبیلا. اما این عبادت حج از کی هست؟ آیا فرض الهی است؟ عبادت حج رو ببین، خداوند متعال میفرماید ولله علی الناس حج البیت. حج خانه را به جا آوردن حق الهی است بر بندگان. یعنی حج رو بنده بر خودش فرض میکنه. ما هیچ معیاری نداریم که آقا بر مبنای این معیار یه چیزایی هست، مثلا شما رفتید یه کاری کردید، براتون یه پیام تو تلفن میاد که شما چون این کار رو کردید برنده فلان جایزه شدید، چون این کار رو کردید مخالفت به قانون راهنما رانندگی کردید باید اینقدر جریمه بدید. هیچ پیامی از هیچ جهتی از هیچ جایی برای ما نمیاد که شما بنده چون که الان به صلاح به این مواصفات رسیدی حج بر شما فرض هست. کیه که حج رو بر انسان فرض میکنه؟ خود فرد، مسئولیت فرد. خداوند متعال لله علی الناس حج البیت، خداوند بر شما میخواد که شما حجش رو، این بسیار قانون حق الهی است بر شما. این حق رو کی تعیین میکنه که من باید این حق رو انجام؟ من خود فرد. اینجاست که وقتی من خودم انتخاب کردم اومدم به راه افتادم باید دیگه کلم حاجی بشه. من اومدم، بقیه که به این مرحله نرسیدند، خودشون دونستن که هنوز این مرحله رو ندارند، یک اعذاری دارند، اینها با چه جور باید باشند؟ با نیتشون.
هر کسی هر جایی که هست باید نیتش این باشه که من باید حج برم. نیتش چطور باشه؟ نیت باید عملی باشه. نیت عملی چی؟ یعنی در دلم آوردم که من حتما باید حج برم. از امروز یک فلس و درهم و پولی که دارم، تومان و افغانی هر چی دارم، یک سامانی جمع میکنم تا برسه. جمع کردن این ترجمه همون نیت که در دل من هست، صداقت اون نیت هست. واسه همینه وقتی ما میریم به حج میبینیم پیرزنها، پیرمردها تا پایشون میرسه به مکه مکرمه یا در فرودگاه جده میافتند به زمین سجده شکر و شادی که تونستند بعد از سالها ساختن و پختن این نیت به حج برسن. این پختن نیت یه زمزمه ایمانی عملی بود. اومدن اینجا زمزمه فعلیش رو با عملاً با احرام نشون دادن. بعد از اون شروع کرد مخشون به کار میفته و تلبیه میگه. تلبیه میگه این فکر هست که داره تلبیه میگه. الله اکبر. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. بیننده های عزیز، یک برنامه کوتاه را میبینیم و با ادامه همین موضوع زمزمه حج همراه با جناب دکتر عمرای عزیز برمیگردیم. با ما باشید. لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك. حج تولدی دوباره. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. حج نماد یکتا پرستی. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز. با ویژه برنامه رکن پنجم خدمت شما هستیم. موضوع ما هست زمزمه حج. جناب دکتر، شما گفتن که یکی از زمزمه های حج، تاج حج، زینت این مناسک همون شعار تلبیه هست، لبیک اللهم لبیک. گفتن این شعار و این زمزمه رو قبل از این که زبان بکنه فکر میکنه. این شعار و زمزمه فکر است که زبان فقط به حیث یک عامل و خادم برای فکر ایره بیرون میاره. چطور یعنی فکر چه ارتباطی داره با این شعار، با این زمزمه؟ فکر چی فکر میکنه با سر دادن این شعار و این زمزمه؟ در عبادت هایی که خداوند متعال برای ما قرار داده، این حرکت عبادی یک شکلی هست از فکر عبادت. ما وظیفه ما تفکر هست در کل عبادت ها. پیامبران بهترین چیزی که پیامبران آوردن، بهترین چیز، خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماد بهترین چیزی که من و پیامبران قبل از من گفتیم چه هست؟ فرمودن لا اله الا الله وحده لا شریک له
له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. توحید. تلبیه چه هست؟ تلبیه توحید هست. خود صحابی وقتی که میاد به اصطلاح جابر ابن عبدالله توصیف میکنه که حج پیامبر چطور بود، فرمودند بعد از اینی که احرام بستند و اومدند و اینا، ثم احل بالتوحید، تلبیه گفت با توحید. یعنی این لبیک اللهم لبیک، صدای توحید رو بلند کرد. این صدای توحید هست، این فکر توحید هست. وقتی ما میگیم لبیک اللهم لبیک، لبیک چه صدایی هست؟ صدای جواب دادن هست. یعنی کسی ما رو صدا زد، باشه، بله. ما گفتیم بله بله. لبیک. و لبیک مثل بله نیست. بله ما به هر کی میگیم بله. خب الان کارگردان صدا میزنه، شما میگید بله بفرما. بله بفرما رو به هر کی میگیم. اما وقتی که کسی رو بسیار دوستش داریم و یک احترام خیلی ویژه‌ای براش قائل هستیم، وقتی میگه صدامون میزنه میگیم لبیک. پس اینجا لبیک ما در مقابل یک ندای الهی است که ای خدایا بله در خدمتم بفرمایید. و این بفرمایید یک بار دیگه نمیگیم لبیک اللهم لبیک تموم شد. نه، لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک. این رو در کل از وقتی که ما احرام پوشیم لبیک میگیم تا میاییم به مطاف، طواف میکنیم. این یکی از به اصطلاح مشاعر رو، یکی از ارکان حج است. خب اینجا این رو انجام دادیم، بعد میریم به عرفه، تا به عرفه میریم لبیک 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 هست. از عرفه بر میگردیم به مزدلفه، لبیک لبیک هست. از مزدلفه بر میگردیم به جنگ با شیطان، لبیک 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 هست. انگار که در هر یک به اصطلاح در هر یک قسمتی از این مناسک حج دوباره ما صدا زده میشیم که ای بنده من بیا. و ما چی میگیم؟ لبیک اللهم لبیک، یعنی اجابت کردم، چشم دارم میام، امر شما، طاعت شما. این فکر که داره این رو تکرار میکنه که لبیک هست. در این لبیک اولا اجابت هست، قبول کردم. ثانیاً در این لبیک یک نوع تواضع بی‌نهایت هست که من تابع فرمان هستم. من یعنی چشم هر چه بگی پای بندم در مقابل تو ای پروردگار منان. من ذلت تواضع دارم. خداوند از ذلت خوشش نمیاد. مؤمن باید عزیز باشه. این مؤمن عزیز فقط و فقط کجا سرش رو به سجده میذاره؟ در مقابل خداوند. این خضوع و این تواضع باعث میشه که انسان بالا بره. من تواضع لله رفعه الله. هر کس که برای خداوند تواضع کرد، خداوند اون رو عزیز میکنه، بالا میبره. این تلبیه میگه که بله تلبیه من دارم میگم و پای بندم. و از معانی تلبیه این است که انسان در جایی ثابت باشه، یعنی در یک جایی مقیم باشه. یعنی من در این مدتی که در حج هستم، در این مدتی که در این مسیر هستم، در کل مسیر دائم هستم بر عبادت و عبودیت و بندگی. و این مسیر من ابتدای مسیر هست. من اینجا آمدم که وعده میدم، دست میدم با دست الهی، دست میدم به کعبه، دست میزنم بر رکن یمانی، دست میزنم بوسه میزنم بر حجر اسود، گام میذارم در کنار مقام ابراهیم، اثر پای ابراهیم، که من چون پیامبران و چون ابراهیم این مسیر رو ادامه میدم. لبیک اللهم لبیک. در این مسیر من ثابت قدم بمونم، در این مسیر من هستم و در این مسیر به گونه‌ای هستم که تو ای خدا دوست داری. من در مسیری هستم که به اصطلاح وجهم، مسیرم، جهدهیم، قبله‌ام خانه توست و تویی ای خدا. از باب محبت اینجا
یک محبتی بعد از محبت، اظهار محبت بعد از محبت. اصلا از معانی تلبیه هست حبا لک بعد حب، محبتی بعد از محبت، محبتی فوق محبت. چقدر دوست داری خدا رو، یک در چند درجه رسیدی؟ 100 درجه. الان میخوام 1000 بشم. 1000 درجه رسیدم در محبت خدا، میخوام میلیون بشم. میلیون رسیدم در محبت خدا، میخوام میلیارد بشم. این درجه محبت من نهایت نداره. این محبت ادامه میداره و این رو تکرار میکنم تا کل جسم من، سلوله های بدن من یاد بگیرن که من بنده خدا هستم. این تلبیه یه بار نیست، تکرار میشه و با صدای بلند تکرار میشه تا در هر گوشه کنار این وجود من این کاشته بشه. و این تلبیه چطوری هست؟ با اخلاص. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. کل نمازم، کل عبادتم، کل زندگیم، کل مرگم، حتی مرگم خالصانه است برای الله تعالی. اینجا یک اخلاص رو، من این اخلاص رو به زور، با قدرت، با همین تفکر در تلبیه، با همین صدای بزرگ، با صدای بلند فکر کردن، این رو در کل سلول جسمم، در زیر پوستم، در بین استخوانم این رو میکارم. لبیک اللهم لبیک. و این لبیک اجبار نیست، کسی من رو مجبور نکرده. من با عشق خودم، با محبت خودم، با این نعمتی که خداوند داده این رو قدردانی کردم، مبلغی مال مهیا کردم، خانوادم رو رها کردم، عزیزانم رو رها کردم، همه دنیا و کار و مکان و زندگی و مکانت اجتماعی رو رها کردم، اومدم اینجا. حتی اسمم، حتی پوستم، حتی مکانت اجتماعی که نمایانگرش این لباس من باشه، این رو رها کردم. یک احرامی پوشیدم که من شدم مثل سایر خلایق. در بین این میلیون ها بنی آدمی که اینجا هستن، نه من رئیسم، نه مرئوسم، نه هیچی. بین من و فقیر و دارا و نادار و عالم و جاهل همه یکسان شدیم بنده، همانطور که خداوند میخوادمون. بنده شدیم با یک انشراح صدر، با یک پذیرش قلب، با یک قبولیت، با یک رضایت، همه خوشحال. خوشحالیمون چه درجه ای داره؟ درجه ای که اصلا اطراف خودمون رو نمیبینیم. مثل یک به اصطلاح عاشق ولهان. عاشق ولهان هیچ چیز رو جلوی خودش نمیبینه، به طرف محبوب سیر میکنه. در این محبوب، در این مسیر، خب در این جمعیت بزرگ کسی من رو میزنه، اشتباهی صورت میگیره، کسی رو من فشار میاره. در این انبوه جمعیت هست و انواع و اقسام بنی آدم. یک انسانی هست که کنار من حرکت میکنه که 4 برابر من شکل و قیافش، حجمش هست. یک انسانی هست که اگر فوت کنه من میافتم از قدرتمندی و توانمندیش. یک فقیر بیچاره درمانده هست. یک هست فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. من هیچی رو نمیبینم، هیچ سختی رو نمیبینم. کسی به من فحش داد، جوابی نداره پیش من. کسی به من ظلم کرد، جوابی نداره پیش من. کسی مرا زد، جوابی نداره پیش من. چون که من این نه زدنش رو میبینم، نه فحشش رو میشنوم، نه بدیش رو میبینم، هیچی. من به سوی خدا حرکت میکنم و از معانی لبیک نزدیک شدن هست که من نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشم به خدای منان. من هر لحظهش به خدای منان نزدیکتر میشم. و اقرب ما یکون العبد لله و هو ساجد. هر چه انسان بیش خداش تواضعش بیشتر باشه، پیش خودش عزیزتر میشه. نهایت تواضع اون لحظاتی هست که من سرم رو به زمین میذارم. اونجاست که دیگه نهایت تواضع است. اینجا نزدیکترین جایی هست که بنده به خداش میرسه. در سجده لبیک هست. لبیک. و لبیک به چی؟ به بندگی که خدا مرا بنده میخواد، لبیک سجده میکنم. خدا مرا بنده میخواد، طواف میکنم. خدا مرا بنده میخواد، سعی میکنم، قربانی میکنم، به عرفات میرم. در کل این مناسک ببینید در حج عجیب است. استاد رحیمی عزیز، در حج ببین ما هیچ عبادت ویژه‌ای که به معنای سختی خاصی رو که ما انجام بدیم نداریم. مثلا
اعتکافی نیست که مثلا بگن که آقا شما رفتید در مزدلفه، در منا که رسیدید، در عرفه که رسیدید، آقا هر یکیتون 200 رکعت نماز بخونید. هیچ همچین چیزی نیست. هر یکیتون باید در کل مسیر حج روزه بگیرید. نه آقا روزه نگیر. امر شدی، دستور شدی که روزه حق نداری روزه بگیری. نمازات، آقا حتی نمازات رو مختصرا بخون، جمع بخون. یعنی تو الان خداوند مهمان خدا هستی. خداوند میخواد که تو در یک فضای فارغ، فضایی که هیچ مشغولیت خاصی نداری، حتی مشغولیت های عبادی، این فضا فقط فضای تفکر هست، فضای لبیک گویی هست، فضای اثبات بندگی هست در مخافظ واحد دیان خداوند منان. الله اکبر. این لبیک گویی و این شعار و این زمزمه گفتین از مزدلفه تا به کجا ادامه داره؟ از جای به اصطلاح از احرام شروع شد تا طواف رسید، از طواف شروع شد رفت به عرفات رسید، از عرفات آمد به مزدلفه، از مزدلفه آمد به رمی عقبه. این همش به اصطلاح تلبیه است. آمدیم در مزدلفه، در به اصطلاح عقبه آمدیم، روز عید هست، روز دهم ذوالحجه است. ما آمدیم اینجا دیگه، خودمان را آماده کردیم، در کل این مسیر نیرو گرفتیم. کل این مسیر نیرو برای چی بود؟ برای جنگ با اون شیطان. تنها تلبیه بود؟ صلاحی که داشتیم همش ذکر و تلبیه بود. آمدیم اینجا با این نیروی خارق العاده که کلش ما نیروی بسیار نورانی می گرفتیم. ایمان نور هست. قرآن کریم ایمان رو نور معرفی میکنه، کفر رو ظلمات معرفی میکنه. یخرجهم من النور من الظلمات الى النور، یخرجهم من الظلمات الى النور. قرآن ما رو از تاریکی ها به نور میاره، از گمراهی ها و گناهان و شرک و اینها که تاریکی هست، سیاهی هست، ما رو میاره به چی؟ نور، روشنایی هست. در کل این مسیر ما نور گرفتیم، توان و قدرت گرفتیم برای جنگ. آمدیم اینجا، اعلام جنگ صریح. تو این اعلام جنگ اصلا مقدمات نیست. یه وقتی هست که ما میخوایم با کسی دعوا کنیم، خب اول میریم میگیم که آقا شما اینطور گفتید، شما به من بد کردید، شما مثلا یک نوع مناوره ای هست. بله. این مناوره خیلی وقتا میشه که طرف میگه ببخشید اشتباهی صورت گرفته، مثل سوء تفاهمی شده، من قصدم این نبوده. اینجا جنگ صورت نمیگیره، تمام میشه. ما اینجا مناوره نداریم، مجال نمیدیم که شیطان بیاد بگه که مثلا یک اشتباهی بود، من منظورم شما نبودید، با پدرتون در افتاده بودم بشو. از افسر راه که میرسیم، عرفه بودیم، اومدیم مشعرالحرام، سنگ گرفتیم، سنگو از پیش میگیریم، اسلحه رو از پیش گرفتیم تا میاییم بدون مقدمه بزن. هیچ جایی نیست، هیچ فرصتی نیست. مثلا نیست که آقا مشعرالحرام سنگ گرفتید، اومدید به نمیدونم رم عقبه 2 رکعت نماز بخونید، یک استراحتی بکنید، چایی بخورید. نه، آمدی بزن. خب یه سنگ بزن برو نه، یک سنگ هم نه، 7 تا بزن، یکی پشت دیگری. که این دیگه جنگ نهایی است. شیطان بین من و تو اصلا جایی برای مذاکره نیست، جایی برای بدبستون نیست. دیگه همین که رسیدی مشت و زدی، 1 تیر، 2 تیر، 3 تیر، 4 تیر، 5، 6، 7 محکم هم میزنی. خب که اینجا دیگه رابطه قطع شد. بعد از این قطع رابطه میرم قربانی میکنم. کل اینها در یک سکوت، در یک زمزمه روحانی و جسمانی. از اینجا دیگه من لبیک نمیگم، تا اینجا لبیک میگفتم چون که ندایی بود منو خواست، خدا منو صدا زد، آمدم همه این کار رو کردم، رابطم کامل شد با خدا، از شیطان کلن بریدم، الان با خدا هستم.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. در یک جنگی داخل شدم، پیروز شدم، شیطان وجود نداره در مسیر من. الان الله الرحمن اکبر هست، الله اکبر هست که اون رو من میبینم. شکر این خدای اکبر رو به جا میارم. الله اکبر هست یعنی هیچ کسی مثل خدا نیست، هیچ کسی در کنار خدا نیست. توانی که خدا داره رو هیچ کس نداره، بزرگی که خدا داره رو هیچ کس نداره. من هیچ کسی رو به عنوان بزرگ قبول ندارم، فقط خدا را قبول دارم. الان نه طاغوتی، نه حکومتی، نه امپراتوری، نه هیچ کسی، هیچ چیزی در مقابل من پشیزی قدرت نداره. من خدا رو دارم. الان الله اکبر رو دارم، دست نیازم پیش الله اکبر هست. از هیچ کسی غیر از خدا نمیخوام، چون الله اکبر بخشاینده هست. اون است که رازق من هست. روزیم رو الله اکبر میده. ما در زندگی از چی میترسیم؟ انسان در زندگی از فقر میترسه، از بدبختی میترسه. در آخرت از چی میترسه؟ از گناهانش میترسه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که تابعوا بین الحج والعمره فانهما، برید حج و عمره بکنید که این دوتا حج و عمره ینفیان الفقر و الذنوب. فقر که مایه ترس شما در دنیاست رو از شما میزنه، دور میکنه. گناه که مایه ترس شما از آخرت هست، این رو از شما دور میکنه. یمسحان الفقر و الذنوب، پاکشون میکنن. اینجاست که من الله اکبر رو دارم، یعنی نفس من در مقابل غیر از الله اکبر سجود نمیکنه. الله اکبر رو دارم و هر وقت میگم الله اکبر الله اکبر، روحم قدرت پیدا میکنه، گناهانم ذوب میشه، توبه میکنم، اظهار پشیمانی میکنم و همینطور پیش خدا بلند و بلند و بلند میرم تا عزیز میشم پیش خدا. کل این الله اکبر هست. ولله الحمد. شکرگزاری این همه نعمت ها رو میکنم و این نعمت ساختار انسان جدید. در هر چه اتفاقی صورت میگیره، حاجی، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که حاجی از حج بر میگرده، گناهانش ذوب شده، آب شده، کما ولدته امه. این تشبیه یک جزئی از تشبیه است، تشبیه کامل اینطور نیست. جزئی از تشبیه این است که گناهانش ذوب شده، مثل همان لحظه ای که از که مادر به دنیا آمد هیچ گناهی نداشت. قسمت دوم کل ثواب و اجر رو در کنارش داره. هیچ وقت گمان نکنیم که حاجی مثل کودک هست، کودک نوزاد. در گناهان مثل کودک معصوم هست. در خیرات کل این حج عبادت هاست. کل ثواب و قبل از حج کسب کرده اونها در جای خودش هست، بلکه رحمت الهی احیانا طوری شامل حالش میشه که گناهانی که پیش از این کرده رو خداوند یبدل السیئات حسنات میکنه. گناهانش رو هم خداوند به نیکی ها تبدیل میکنه. چقدر این بنده پیش خدا عزیز میشه. این زمزمه تکبیر زمزمه هست که ما نه تنها مال حاجی هست. از وقتی که حاجی شروع کرد تکبیر الله اکبر را گفت، کل مؤمنان تکبیر میگن. کل مؤمنان در بعد از هر نماز میبینیم، بعد از هر نماز الله اکبر الله اکبر الله اکبر شروع میشه. در خیابونها در روز عید هر مؤمنی از هر جایی که میره لبیک گویان است. یعنی کل خانواده ایمان در این صفت شریک میشن. در این صفتی چی هست؟ صفت پیروزی هست. در قدیم نظام جنگا اینطور بود که وقتی که کسی میرفت جنگ شکست میداد دشمن رو، در همون معرکه جایی که جنگ صورت گرفته در اونجا میموند. 3 روز اونجا میموند
که همه دنیا بفهمن که من پیروز شدم، همه دنیا بفهمن که دشمن من شکست خورده، نابود شده. اگه مرده بیاد، من اینجام، سر میدانم. بالکل. خب در حج چی میشه؟ ما آمدیم شیطان را زدیم، پیروز شدیم، 10 ذوالحجه هست، روز عید هست، پیروز شدیم، شادی میکنیم، جشن میگیریم. بعد از زدن این ما میریم کجا؟ جشن میگیریم، جشن عید. عید شادی پیروزی ماست. خب شادی کردیم، میاییم این شادی رو به اصطلاح باید وقتی آدم خوشحال میشه شیرینی تقسیم میکنه. ما میایم اینجا قربانی میکنیم، گوشت تقسیم میکنیم، میخوریم، شاد میشیم. این ایام تشریق اینجا ایام اکل و شرب. اینجا دیگه حق نداری روزه بگیری، حق نداری، نه بخور، شاد باش، شکست دادی دشمن رو. بعد از اون 11 12 13 نشستیم روی میدان. کل این میدان چی هست؟ همون زمزمه حج هست. جسممون، حرکاتمون زمزمه حج هست، روحمون، روانمون زمزمه حج هست، گفتارمون زمزمه حج هست. این هاست که همه شخصیت و هویت ما رو یک شخصیت و هویت جدید به تاریخ و به زندگیمون معرفی خواهد کرد. تشکر جناب دکتر. زمزمه تلبیه تغییر خورد بعد از معرکه بزرگی که در عقبه داشتیم با زمزمه تکبیر، و گفتن که زمزمه تکبیر هم تنها مال حجاج نیست، بلکه تمام امت اسلامی در این زمزمه و در این شعار جدید شریک می شوند که از اول ذوالحجه آغاز می شود. الله اکبر، الله اکبر. سپس روزهای شادی هست، دشمن را شکست دادیم. 3 روز دیگه هم باید در میدان بایستیم و به دنیا ثابت کنیم که ما دشمن را اینجا شکست دادیم. اگر دشمن مرد هست بیاید. چند بار دیگه هم رفته دشمن زخمی و مجروح خوابیده را میزنیم که اگر مرد هست بلند شود، اما متاسفانه که بلند نمیشه. آیا زمزمه دیگری هم هست که حجاج و غیر حجاج مشترک داشته باشند؟ در عبادت حج خداوند متعال اون چیزی که به صورت روش ترکیز داره، بله، که اون رو ما انجام بدیم، که این خاص حاجی ها نیست، خاص همه هست، همه مؤمنان. درست. مؤمنان وقتی که داخل این روزها میشن، خداوند متعال بهشون میفرماید از اول ذوالحجه که شروع میشه به اصطلاح عبادت حج، خداوند متعال میفرماید و ذکر الله فی ایام معدودات، که ذکر خدا بکنین. این ذکر خدا به هر شیوه. ذکر خدا ما وقتی احیانا این رو اشتباه میفهمیم که ذکر خدا یعنی اینی که بگیم سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله، بعد از نماز آقا چیکار میکنی؟ ذکر میکنن. این یک حالت نمادین هست که ما ذکر میکنیم. بله. این ذکر باید بر ما املا بشه. ذکر کردن ما در واقع فکر کردن با صدای بلند هست که ما داریم به خودمون القا میکنیم که ای جسم من، ای سلوله های من، سبحان الله، هیچ کسی قابل مدح و ثنا نیست مگر الله. ای جسم من، ای روح و روان من، الله اکبر، هیچ کسی بزرگ نیست مگر الله. ای جسم من، ای روح من، استغفر الله، از هر گونه لغزشی برگرد به سوی خدا. ای جسم من، ای روح و روان من، الحمدلله، این همه نعمتهای الهی رو شکر گزار باش. ما به این صورت ذکر میکنیم. وقتی ذکر میکنیم خداوند ما رو ذکر میکنه. فذکرونی اذکرکم، وقتی که شما در یاد من باشید من شما رو فراموش نمی کنم، من یاد شما می کنم، شما در زیر چشم من هستید. وقتی که ما در زیر توجه الهی باشیم دیگه هیچ مشکلی نداریم، خدا رو داریم. بعضی از نیکان میگفتن خدایا من چه دعا کنم؟ علمک بحالی یغنینی عن سؤالی،
خودت که میبینی، همه چی رو میبینی، الان من چی بپرسم؟ در اینه که بسیم در وقتی کسی میاد ذکر خداوند میکنه، کسی میاد قرآن میخونه، در مقابل کسایی دیگه هستن که دعا میکنن. کسی که قرآن میکنه و قرآن خواندن باعث شده که اون دعاها رو نکنه، خداوند متعال در حدیث هست که به اون میده خیر ما یعطی السائلین. چه دیگران دعا میکنن از خداوند میپرسن، از اونا بهتر به این میده، چون که کلام الله اون رو مشغول کرد، چون که صلوات بر پیامبر اون رو مشغول کرد، اون گم شده بود، یادش رفته بود، خودش رو فراموش کرده بود در محبت خدا و رسولش. این ذکر رو وقتی ما میکنیم، فعبدونی و اقیم الصلاة لذکری، عبادت من کنید، نماز رو برای یاد من کل حرکات و سکاناتمون، رفت و آمدمون، گفتارمون، نشست و برخاستمون، تعاملمون با دیگران همه ذکر الهی است. در کل اینها ما خدا رو مد نظر داریم. ذکر خدا یعنی در یاد خدا بودن. وقتی که من داد و ستد میکنم، خدا رو میبینم در داد و ستدم، من در یاد خدا هستم. وقتی که من دروغ گفتم یعنی من از یاد خدا غافل شدم. وقتی اومدم ذکر خدا کردم چی میشه؟ وقتی خداوند متعال به ما میگه که نماز بخونیم، میگه قل ما اوحی الیک، خداوند متعال میفرمایند قل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة، نماز رو برپا داشت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن رو بخون و اقم الصلاة و نماز رو برپا بدار، و این الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، خدا نماز تو رو از بدی ها و زشتی ها دور میکنه، مسیر زندگیت رو مشخص میکنه. ولذکر الله اکبر، اگر این کار رو کردی، ولذکر الله اکبر، خود تو در یاد خدا میشی و این برای تو از همه چیز بزرگتر است، بیشتر با ارزشتر است. این ذکر رو در ایام حج ما به وضوح داریم. هر جا میره که عبادت ویژه حج چی است؟ ذکر خدا. عبادت ویژه حج که خداوند متعال به حضرت ابراهیم فرمودند و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله، که بیان اینجا در حج ذکر خدا بکنن. خب ذکر خدا کردیم، فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، از عرفات فارغ شدید اومدید در مشعر الحرام، چه کار کنید؟ ذکر خدا کنید. فاذا قضیتم مناسککم، همه مناسک حج رو به جا آوردید، فاذکروا الله، ذکر الله باشید. یعنی کل این حج یک مدرسه هست که ما رو عادت میده که ذکر خدا زمزمه زبانمون باشه، ذکر خدا زمزمه روح و روانمون باشه، ذکر خدا زمزمه ارکان و جسممون باشه. روحمون با زمزمه توحید، جسممون با زمزمه توحید صحت و عافیت میگیره و ما در مسیر حق یک انسان موحد و یک انسان پیروز بر کل شیاطین به سوی خدا حرکت میکنه. انشاءالله. جزاکم الله خیرا. اجازه بدین یک میان برنامه کوتاه را ببینیم. اجازه است انشاءالله؟ میفهمید. بنده عزیز یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم انشاءالله. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ملبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ملبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. ضيوفك بالحمى نزلوا بخير الأشهر
الحرم وجئت كثير كائبهم إلى برد المتى بضمي إلى برد المتى بضمي إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم هنا ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم هنا ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی شماره برنامه را جاویدجان عزیز زیرنویس بکنین. بیننده های عزیز که میخوان در این موضوع زمزمه حج با ما و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز سهم شوند شریک شوند تماس بگیرن. جاویدجان لطف نموده شماره برنامه را زیرنویس کنین. جناب دکتر تا اینکه تماس های بیننده ها وصل شود شما گفتین که حج یا زمزمه هایی که در حج صورت میگیره از تلبیه و تکبیر و ذکر و غیره زندگی یا مسیر زندگی یک انسان جدید را طراحی میکنه و یک مسیر جدید برش میسازه. وقتی که مسیر جدیدی برای زندگی ازی آماده شد گفتین مثل کودک هم نیست که بعضیا فکر کنن که مثل کودک میگرده چون کودک معصوم است و خیرات هم نداره حسنات نداره درست است؟ اما این بنده که مثل کودک شده تنها در جزئیه محو شدن گناه ها یا نبودن گناه ها شبیه کودک میشه، اما با داشتن نیکی ها و حسنات فراوان که حتی امکان داره که سیئاتش هم حسنات شده باشه کوه های از حسنات رو در پشت داره. پس کاملا شبیه از اون نیست، تشبیه من حیث الجزء است نه من حیث الکل. حالا این زندگی که یا مسیر زندگی که برای حاجی تعیین می شود از خلال حج و از خلال این مناسک و از خلال این زمزمه ها و شعارهای حج، بعد از این چگونه این مسیر را ادامه بده یا دنبال بکنه؟ اجازه بدید من این حاجی رو به آب زمزم تشبیه کنم. حاجی رو با آب زمزم. ببینید حاجی که از حج برمیگرده بله شکل و قیافش همون انسانی است که به حج رفته بود. خب هیچ
نه گوش اضافی براش سبز شد، بالکل. نه نمیدونم شیوه راه رفتنش عوض شد، نه قدش درازتر شد یا کوتاه‌تر شد. اینا آب زمزم چی هست؟ آب زمزم مثل همه آب هاست. در شکل رنگش رنگ آب، طعمش طعم آب. وقتی که به شما 2 تا آب بدن بگن این زمزمه یا غیر زمزمه، شما حتی تشخیص هم نمیدید. مثل همون آب هست. این زمزم چیکار شد؟ این زمزم ویژگیش این هست که از زیر خانه خدا میاد بیرون. این زمزمی که از کنار خانه خدا فرقش با دیگر آبها تنها در منبع هست. در منبع هست. خب چون که در کنار این منبعی هست که اینجا محور عبادت هست، محور زمین هست، اینجا وصل است به آسمان ها، اینجا در اونجا کعبه عاشقان فرشتگان هست، بیت المعمور هست. این منزل اولش هست، منزل دومش اونجاست. منزل دومش اونجا. خب این آب زمزم از اینجا یک نیروی خارق العاده میگیره که این آب زمزم چی میشه؟ از زمزم لما شرب له. آب زمزم برای آن چیزی است که شما بنوشین. شما آب زمزم رو به نیت شفا می‌نوشید، داروست. آب زمزم رو به نیت غذا می‌خوری، سیراب میشی. آب زمزم رو به نیت نوشیدنی می‌خوری، سیراب میشی. آب زمزم رو به هر نیتی که بخوری اون مهیا میشه. آب زمزم رو به نیت این میخوری که خداوند بهت رزق و روزی بده، خداوند بهت رزق و روزی میده. دعا میکنی در اثناء شرب آب زمزم، خداوند بهت میده. این بنده مؤمن شد مثل آب زمزم. خداوند از حاجی میگذره، گناهان حاجی رو میبخشه. در حدیث هست ولی من دعا له، و هر کسی که حاجی برای اون دعا کنه. یعنی نه اینکه حاجی بخشیده شد، بلکه این حاجی یک قدرت نورانی، طاقتی به خودش گرفت که پیش خداوند متعال عزیز شد، که انگار که به یک مرحله فرابشری رسید که در این مرحله فرابشری این بنده عزیز الهی طلبی نداره، درخواستی نداره، مگر اینی که توی بنده به من گفتی لبیک، منم میگم لبیک. دعایت مستجاب. حاجی رو خداوند میبخشه و هر کسی که حاجی براش دعا کنه. یعنی حاجی با یک کرامت جدید برمیگرده، با یک نیروی جدید، با یک اصلا تصور زندگی برای حاجی دیگه هست. یعنی چی؟ این حاجی که قبل از این که بره به حج دنیا رو میدید، الان در حج یاد گرفت که این دنیا هیچ ارزشی نداره. در حج این حاجی که براش مهم بود که مثلا قبل از حج حاجی چی میگفت؟ میگفت این خونه از منه. الان فهمید که نه، الان داره گوشش میشنوه که این دیوارهای این خونه دارن بهش میخندن، میگن اون کسی که میگه این خونه از منه احمقه. حقیقت اینه که توی فرد از منی، توی فردی که اینجا چند روزی زندگی میکنی، میمیری، غیر از تو میاد اینجا، اونم میمیره، غیر از اون میاد اینجا. شما ببینید ظالمان و طاغیان این معنا رو نمیفهمن. اونایی که حتی به خودشون ظلم کنن، حالا چه تو رئیس حکومت ظالمی باشه یا چه انسان فرد ظالمی باشه، این رو نمیفهمه، چون خودش رو میبینه. دنیا در چشمش بزرگ است، طاغوت میشه، میگه انا ربکم الاعلی، من حرف منه. همین فرد یه پشه میره تو دماغش، میفته به زمین. تویی که من و منیت داشتی کجا رفت؟ کجا رفت منیتت؟ در مقابل یک پشه ناچیز افتادید زمین، در مقابل یک بیماری، و وقتی که مرگ میاد دیگه یک جسد بی روح. حاجی نه، حاجی الان خدا رو میبینه. الان این حاجی در این مدت حج تو دلش کاش لبیک اللهم لبیک، توحید سر و پاش رو گرفته. ببین چرا اهل شرک و بدعت ها
افراد و نوکران و پیروانشون رو تشویق میکنند که به حج نرید. حج رو، معانی حج رو کمرنگ میکنن. شما چرا میری به حج؟ اگر بری به کربلا 1,000,000 حج ثواب داره، اگر بری به قبر فلانی 100,000,000 حج ثواب داره، اگر این مال و ثروت رو در راه نمیدونم بنای ذریح فلان امامزاده خرج کنی اینقدر میلیون حج ثواب داره. نمیگن مثلا اگر کربلا رفتی یا اگر مشهد رفتی 200 میلیون ثواب داره، میگن 200 میلیون حج ثواب داره. که حج رو کمرنگ کنن، حج رو کنار بزنن. برای چیه؟ برای این که اینا دکاندار هستن. این قبر یک منبع درآمد هست برای اون. به نام این یک دکانی هست، یک دکان هست. به نام این قبر این اسمش شده سید، به نام این قبر این اسمش شده سجاده نشین، به نام این قبر این اسمش شده حجت الاسلام، آیت الله، غوث، به نام همین قبر. الان اگر این حاجی رفت به حج، این حاجیه که اینجا با دروغ و با جهالت و با حیله و با خرافات عقلش رو شسته بودن. از کودکی این بیچاره حاجی نمیدونست، این رو با همین خرافات گره زده بودن و این رو میدوشیدن، مالش رو میگرفتن، بنده و برده خودشون کرده بودن. اینی که به صلاح این جاه و مکانتی که این سجاده نشینا و قبردارا و اینا دارن از چه هست؟ از ذلت و خواری این بنده که این رو به بردگی گرفته بودن. این حاجی رفت اونجا که رفت لبیک اللهم گفت، توحید رو از نو شناخت، یک انسان دیگه شد. انسانی که الان میاد میبینه اینجا غیر از خدا وجود نداره، هیچ قبر و مزار، هیچ پیامبری اینجا نیست، سجاده نشینی هم نیست، هیچ سجاده نشینی بر سر هیچ قبر ولی و بزرگترین اولیاء الله کجا هستن؟ صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم. نه سجاده ای دارن نه کسایی به نام اینها میخورن. الان این دیدش عوض میشه. وقتی برمیگرده دیگه نه اون قبر براش مهم هست، نه اون سجاده نشین و اون دروغ ها و اینها براش مهم هست، نه تنها این یک طاقت و نیرویی که گرفته. اول که برمیگرده در حج چی میکرد؟ براءت از مشرکین. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. خدا هیچ شریکی نیست. این قدرت رو که گرفته، این طاقت نورانی رو که گرفته، این طاقت اون رو ساکت نمیذاره. هر جا که میره حرفش حرف لبیک هست، هر جا که میره ذکرش ذکر الله اکبر هست. دیگه در حج حاجی که اومد در کنار کعبه طواف کرد، گناهانش که ذوب شدن چه کار کرد؟ بعد از طواف ای حاجی برو. کجا برم؟ برو پشت مقام ابراهیم. تو مگه نگفتی که من بر راه ابراهیم تو میرم؟ تو نگفتی که من ملت ابراهیم حنیفا هستم؟ الان برو پشت گامهای ابراهیم 2 رکعت نماز بخون. خب یا رسول الله چشم، 2 رکعت نماز میخونم. در این 2 رکعت چه بخوانم؟ در رکعت اول بخوان قل یا ایها الکافرون، ای کافران، لا اعبد ما تعبدون. خلاص تموم شد. اون دروغه ها و مکره هایی که من رو گول زده بودید و من عبادت شما میکنم دیگه تموم شد. لا اعبد ما تعبدون، هرگز عبادت نمی کنم اون چیزایی که شما میارید جلو. شما پیش من ارزش ندارید. شما و اون چه عبادت میکنید پوچ. من چی؟ لکم دینکم ولی دین. برای شما اون دین پوچ و بی ارزش و اون چیزایی که برای خودتون ساختید برای من دین است. لکم دینکم ولی دین. برای من این دین دیگه است، یک راه و رسم دیگه است.
خب براءت از هر چه مشرک هست شد. بعد ازشون یا رسول الله در رکعت دوم چه بخوانم؟ در رکعت دوم بخوان قل هو الله احد، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید. قل هو الله احد سوره اسمش هست سوره چی؟ الاخلاص. اخلاص. اخلاص وحدانیت الهی، اخلاص که من بنده خالصاً لله شدم. بعد از اون رفت درس تلاش و سعی رو یاد گرفت. در بین صفا و مروه، در بین دوتا کوه، که من مثل شما دوتا کوه استوار میشم و من مثل شما دوتا کوهی که استوار میشم سعیم رو تلاشم رو. الان این جالب هست که بین صفا و مروه اسمش مثلا نیست دو میدانی، اسمش نیست رفت و برگشت، اسمش هست سعی. سعی و تلاش میکنم، سعی و تلاش میکنم در مسیری که خداوند برام انتخاب کرده. الان این حاجی وقتی میاد از حج برمیگرده چی میشه؟ حاجی از حج برگشته یک رسول هست، صاحب پیک هست. حاجی بگه چی بود؟ الحجاج و العمار اینا وفد الله هستن. در حدیث هست که حاجیان و کسایی که به عمره میرن اینا وفد الهی هستن. وفد یعنی چی؟ وفد الهی یعنی یک گروهی، ما از ایران، از افغانستان، از تاجیکستان، از هر جایی میخوایم بریم مثلا با کشور فلانی مذاکرات بکنیم، روابط حسنه ایجاد کنیم. نمیشه که کل ایران رو برداریم 80 میلیون بریم فلان کشور که ما باشون چین بریم که با تو روابط حسنه میخوایم درست کنیم. نه، یه وفدی رو میفرستیم. این وفد نماینده یه چه هست؟ کل ملت هست. کل هست. این حاجیان به نمایندگی از کی آمدن؟ الله. به نمایندگی از کل این بشریت پیش خداوند آمدن به خانه خدا. اینها مهمان ها هستن، دیپلماتیک هستن. اینا باشون روابط به اصطلاح ارزششون ارزش فرد نیست، ارزش امت هست. برای همین اینها امام ندارن. اگر امام می داشتن یعنی چی؟ یعنی اینها پیروان این امام هستند و این امام هم تابع فلان کشور هست. نه، اینها فرد هستند و هر فردی نماینده کل امت هست. چرا؟ چینونه اومدن در مسیر ابراهیم. ابراهیم کی بود؟ ان ابراهیم کان امه. ابراهیم فرد نبود، ابراهیم یک امت بود. من هم اومدم اینجا، اولین کاری که کردم در دور خانه خدا که ابراهیم بنا کرده بود طواف کردم، پشت مقام ابراهیم نماز خوندم. پس من ابراهیمی صفتم. کل مسیر حج من تقلید ابراهیم هست. کل این مسیر من میخوام به خدام نشون بدم که ای خدا، من هم مثل ابراهیمم. من مثل ابراهیم طواف میکنم، من مثل ابراهیم خانت رو آباد میکنم، من مثل زن ابراهیم مسعی میرم، من مثل ابراهیم قربانی میکنم. میرم به عرفات. چرا؟ چون که عرفات یادآور یک عهد و پیمانی هست که ما با خدا داشتیم. وقتی که خداوند خلایق رو خلق کرد در عالم لا وجودی که همون عالم ابتدا بود، همه خلایق خلق شدن. اونجا خداوند متعال از ما عهد و پیمان گرفت. الستو بربکم؟ قالوا بله. ما هممون گفتیم بلا. وحدانگی رو ما اونجا اقرار کردیم. الان میرم به عرفات تا بگم که ای خدا، من روی اون عهد و پیمان خودم پایبندم. من که آمدم اینجا و ابراهیمی صفت شدم، من همونم که گفتم بلا، هنوز روی قول خودم هستم. بعد از اون آمدم
حجم رو کردم، ابراهیم صفت شدم. ابراهیم صفت کی است؟ ابراهیم در قرآن کریم ویژگی مهمش چی است؟ بت شکنیش. من الان ابراهیمی صفت شدم، اولین کاری که میکنم از حج که برگشتم با خودم چی آوردم از حج؟ تبر ایمان. اولین ارمغان حاجی از حج چی هست؟ تبر ایمان. تا میاد به جامعه وارد میشه همه بت‌ها رو میشکنه. اگر در جامعه یک بت‌های قبر پرستی و مزار پرستی هست، اولین کاری که میکنه با تبر ایمان کل این بت‌ها رو میشکنه. اگر در جامعه افراد ظالم و مغرور و فرعون و نمرودهایی هست، با تبر ایمان این بت‌ها رو میشکنه. با تبر ایمان بت غرور خودش رو شکست. قبلا بت نمیدونم خودخواهی و خودبینی و منیت خودش رو شکست. با تبر ایمان اونجا خودش رو صیقل داد، شد ابراهیم صفت. الان آمده دعوت فرزند ابراهیم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو از اونجا گرفته. جالب است. حاجی ها که میان به حج، میرن به حج، خب رفتن به کعبه، به بیت الله الحرام، خب این حج هست. به مکه رفتن این حج هست. حالا چرا به مدینه میرن؟ اما حاجی که از اونجا میاد دلش هست که من باید به مدینه برم. باید به مدینه برم یعنی چی؟ یعنی از مسیر مکه حرکت میکنم بیام به مدینه، مسیری که پیامبر هجرت کرد، من هجرت میکنم. المهاجر، مهاجر کی است یا رسول الله؟ من هاجر ما نهی الله عنه. پس من هجرت کردم از هر آن چیزی که خداوند من رو منع کرده، میرم به مدینه. در مدینه چه هست؟ در مدینه بوی رسول الله هست. در مدینه اثر پای رسول الله و صحابه و یاران هست. در مدینه میرم به چی؟ میرم همین که میرم به حرم چشمم میفته به قبرستان بقی. در قبرستان بقی کی هستن اینجا؟ اینجا امهات المؤمنین هستن. اینجا صحابه و عزیزان پیامبر هستند. اینجا عثمان‌هایی هستند که پیامبر تربیتشان کرد. اینجا عایشه هایی هستند که پیامبر تربیتشون کرد. اینجا صحابه و صالحان طول تاریخ تا به امروز هست. در اینجا قبر عثمان مثل قبر کسی که دیروز دفن شد. بالکل. قبر مادر مؤمنان عایشه صدیقه کجاست؟ والله نمیدونیم. اینا قبرستان هست. اینجا عبادتگاه نیست، اینجا عبرتگاه هست. اینجا اومدی تا عبرت بگیری. اینجا نیومدی تا روی خاک رو ببینی، اینجا اومدی تا زیر خاک رو ببینی. اینجا اومدی تا ببینی که هر آنچه روی خاک داری از زندگی و باغ و زمین و خانه و قصر و ماشین و ثروت، اینها هیچ یکیش با تو نخواهد آمد. تو زیر خاک تنهایی. تو زیر خاکت همان چیزی رو با خودت میبری که اونجا برده بودی، که کاشتی با خودت حمل کردی. میایی اونجا مادر رو میبینی. استاد رحیمی عزیز، وقتی که در میایی سلام میکنی بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، سپس سلام میکنی به یار عزیز پیامبر، یار غار پیامبر حضرت ابوبکر صدیق، سپس سلام میکنی بر رادمرد ایمان، ترازوی ایمان، حضرت عمر فاروق که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان رو به عنوان ترازو معرفی کردن. عمر هست فاروق. فاروق یعنی چی؟ یعنی اینی که اگر میخوای بفهمی که این چیز درست هست یا درست نیست، بیار در ترازوی عمر قرارش بده. فاروق هست دیگه.
فاروق یعنی فرق کننده بین حق و باطل. بله. فاروق اون کسی هست که شیطان ازش میترسه. هر کسی بدی عمر رو گفت یعنی شیطان هست. هر کسی عمر رو دوست داره حق رو دوست داره. حرف من نیست، حرف رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد میای در مدینه این سلام رو که کردی موی بر جسمت وای میسته. اینجا چی رو میبینی؟ مادر رو میبینی، عایشه صدیقه رو میبینی. ببین مادر است. مثل عایشه در تاریخ کسی این چنین گذشت و تفانی و ایثاری رو شاهد نبوده است. جای مادر کجا بود؟ قبر پیامبر در خانه مادر. بالکل. قبر پدر ابوبکر در کنار همسر. قبر دیگر رو من برای خودم گذاشتم، مادر برای خودش گذاشته. در این خانه، در این کلبه عایشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین جای 3 نفر بیشتر نیست. این قبر مال منه. من میخوام کنار شوهرم، کنار پدرم باشم. این آرزوی هر کس است که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم دفن بشه. خداوند این شرف رو به کی میده؟ به ابوبکر داد. این شرف رو من مادر برای خودم میخوام. فرزند عمر رضی الله عنه در حال شهادت هست، ضربه خورده، ابولؤلؤ مجوسی زخمیش کرده. درخواست میزه بفرید پیش مادر، از مادر اجازه بگیرید که من اونجا دفن بشم. اجازه میده. میاد مادر بین یه فخر عالمی هست. تا روز قیامت افراد میان اینجا سلام میکنند، السلام علیک یا امنا یا ام المؤمنین. این فخر و این دعا رو من ببخشم به کی؟ به عمر میبخشم. بله عمر، این جای تو باشه، جای تو اینجاست. عمر تصور نمیکنه که مادر این گذشت رو بکنه. شاید روش نشد، شاید فکر کرد که من چون امیر مؤمنان هستم این دستور هست. نه پسرم، من وقتی شهید شدم رفتی جسد من رو در جلوی خانه مادر نگه دار. بگو عمر، نگو امیر المؤمنین ها، بگو عمر اجازه میخواد که دفن بشه یا بره قبرستان بقیع، کنار هست. میاد اجازه، کسب اجازه میکنه. الان نه عمر زنده ای هست که مادر روش نشه، بله، رو درواسی گیر بکنه، نه امیر مؤمنانی هست که دستور تلقی کنه، اما مادر هست. میگه من اینجا رو بخشیدم به عمر. عمر اینجا دفن میشه، حکمت الهی است تا ما هر وقت میریم پیامبر رو ببینیم، ابوبکر رو ببینیم که این دین رو مستحکم کرد، عمر رو ببینیم که این دین رو به ما رسوند و به خصوص به ما فارسی زبان. هر جا که رفتیم اونجا، هر وقتی اونجا رفتیم باید در مقابل عمر راست بیایسیم، بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب، ای کسی که بر ما منت داری و اسلام رو به ما آوردی. و اونجا گذشت مادر رو یاد فراموش نکنیم و برای مادر هم دعا کنیم. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. وقت ما با پایان رسیده. بیننده های عزیز از شما نیز تشکر می کنم که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه می سپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة